لیکن انسانی که شرط های ایمان و نقطه هایی که چیزهایی که ایمان داشتن شرط است فهمید لیکن با قلب قبول نکرد، در نزد الله من نیست، در نزد الله کافر است. همین ذاتی که با قلب قبول نکرد و با زبان من مسلمان هستم، من به الله و پیامبر و دیگر چیزها ایمان آوردم گفت، این در نزد الله مؤمن نیست. برای چی؟ با قلب قبول نکرد. ولیکن در نزد انسان ها مسلمان است. حقیقت این ذات را، حقیقت این شخص و حقیقت این فرد را که ما نمیدانیم، در نزد ما شریعت ما میگوید که به ظاهر انسان نگاه، به ظاهر یعنی ظاهر و قول نگاه کن. چی گوید؟ همون حکم را بده. باطنش را ما نگاه کرده نمیتوانیم، ما دیده نمیتوانیم که ایمان در قلب وی هست یا نیست، لیکن الله دیده میتواند. لیکن این شخص، این فرد در نزد الله منافق شمرده می شود. ان المنافقین فی الدرک الاسفل. جای منافقا نه تنها جهنم است، در چقورترین مرتبه های جهنم است جای منافقا. الله ما و شما را از کفر و از تمام نواهای کفر و از تمام نواهای منافقی، ما و شما را و نسل ما را و عائله ما را محافظه گرداند.